Ani dasta bubara wal dasta shama me boram ke pansheri biadar madas bubara makhudam pashtuna درست است sari shama درست boram as Pakistan out shuma taraf Pakistan گرفته نه هین درست است. ببین امروز همه ما شما شکر الحمدلله مسلمان هستیم. درست است. alhamdulillah آه. ما ایمان طالب تروریست که نماینده اسلام خود را در جغرافی افغانستان گرفته، مردم قتل عام میکنه، انتحار میکنه، انفجار میده. یک دقیقه اجازه بده، اجازه ما صحبت بکن. یک دقیقه غلط انتحار میکنه، انفجار میکنه. یک دقیقه صبر کن باز تو صحبت بکن. غلط گپ میزنی غلط گپ میزنی غلط گپ زدم تو صحبت بکن. یک دقیقه نه انتحار میکنه، انفجار میکنه، پل میپرونه، پلچک میپرونه. امروز از درس تعلیم خواهرای ما معلوم است مردم افغانستان آزاد زندگی کردن نمیتونه. اینمی هیچ ربطی بر اسلام نداره. فهمیدی؟ اسلام چنین چیزی در قرآن نگفته، ولی مشکل اساسی طالب تروریست است که از نام اسلام استفاده میکنه. اینمی مسئله. یک دقیقه بیادر یک دقیقه گپ باید بشنو تاسو څومره دغه وکړو زورواکي مو کړه د خلکو دغه مو کو کابل کې هم خټه ځکه بیا یو ورځ یو سړی نه د دمبوري سره موټر ته واچول یادم دا خبره فارسی وای پښتو نه پیګو نه فهمیدم چی گفتی. ګوره تا په زبم زه صحیح نه پوهېږم ته کوم پرستی کوي ورځ دریم لګي قوم پرستی نمیکنم. ما اگه زبان یاد داشته باشم معقولی میگم زبان پشتو زبان وطنم از ما افتخار میکنم برای زبان. یک دقیقه بیادر اگه وطن با چطور افغانستان و خراسان میگی نام افغانستان و افغانستان سالی خراسان چرا فهمیدی بزرگای تو هم خراسان میگه؟ بیادر هیچ کسی نمیگه خراسان اونو میگه که خود افغان نمیگه. افغانستان کی گذاشته نامش افغانستان؟ یک دقیقه پاسپورت نشان بده پاسپورت چی نشته که ما خو افغان هم هستم، ما خو از افغانستان هم هستم. همین افغانستان نامش کی گذاشته؟ یک دقیقه بیادر یک دقیقه رسی میکنه افغانستان نامش کی گذاشته؟ ایره با ما بگو که پاسپورت نشان بده د پاسپورت چی نشته ایره بگو. آره پاسپورت من نوشته است افغان. ما تو را میگم افغانستان نامش کی گذاشته افغانستان؟ از قوم خود چرا تیر میشی؟ از قوم خود چرا تیر میشی؟ سوال ما دیگه چیز است. من میگم افغانستان نامش کی افغانستان گذاشته؟ بیادر امی طالب بود که دندان شکست از پاکستان شکستان. افغانستان نامش افغانستان کی گذاشته؟ بیادر این نام پنشریان بد نکن. ای بدل برات میگم نام پنشریان بد نکن. کل شیء تو نیست خوب گوشت میشنوه گوشت. بالکل میگم افغانستان نامش کی افغانستان گذاشته؟ تو برمینی را بگو که در سر کدام پاسپورت رفتی تو؟ افغانستان نامش یک انگلیس گذاشته به نام الفلسطین. فهمیدی؟ خب بیاد بگی الفلسطین از ما چه رقم کویی انگلیس است. تو با اون نام افتخار نکن. تو خب این مسلمان خود میگیری. اون نام یک کافر گذاشته، یک انگلیسی گذاشته. یک دقیقه کافر به من نگو، تاریخ ما دارم خو او تاریخ ته خودت بگو، تاریخ خودت چیزی را برام بگو. امام ابو حنیفه تو در مذهبش هستی؟ او دیگر تصویر مرا نترسان بغیر از خدا. نه امام ابو حنیفه در مذهبش هستی، یعنی افتخار ماست. این را به ما بگو. نماز صبح کی خواندی؟ گفتی که ما تاریخ دارم افتخار دارم. صحیح است؟ افتخار تو خب کل دنیا معلومه بشکه زرد است. ما اصلا سوال دارم که از تو من حیث یک انسان ورزشکار زرد است. امی بشکه زرد بود که دندانه پاکستان شکستان. اوی فخر میکنیم که خوب کد که طالب دندانه امو زنکه که داخل اول ما فرشتاد امو زنکه پاکستانی که آمد در میدان اوی فهمیدی دیگه طالبات در صبر استاده بودن. امو کی بود امو زنکه نامش؟ کدام ما باید میگم کدام کار که اولس نمیکنه کس میکنه بیادر اوزن است. امو زنکه خب زنکه آمد چی میگه؟ شما خب مسلمان اسلام یک دقیقه اسلام احترام زنکه ده ما چطور نکنیم؟ نافرین چی میگه؟ تو خب میگه پاکستانی ما دندان پاکستانی رو شکستاندیم. آلو چی میگه داخل خواب؟ کدام یک دقیقه کدام میمان در خانه تان بیایا اگر دشمن تان باشه عزتش کو. آلو میمان خب بزور آمده. کی بزور آمده؟ آلو پاکستان خب بزور آمده بود. بیادر پاکستان بزور گم کدن میتونه بزور چطور بیایا؟ خیلی بمباردمان ها چطوره؟
شما که اشتاد هستی سپورت خود بگو ما خونه هستم استاد. زنده‌باد پاکستان حالا ما خونه هستم استاد. اگه حالا تو ویدیو استاد فالو بودی که میکنم. امرو از اونو پاکستانی دیشه که کدی پنشیر بمبارد کردی. پنشیر ما بمبار نکردیم خودتان بمبار کردیم. در ریاست جمهوری استخبارات پاکستان چه میگه رئیسش؟ بیادر رو بان ازو خبر ندارم من. این رو بریم بگو کمپرسی رو ببین میکنیم. وطندار قند ورزشکار هستیم ورزشکارا رو دوست دارم. از یک چیزی که معلومات نداری ما پنشیری رو دوست از دارم تو گردت پنشیری نبی نیستی. مجوزی. میگویمت که رئیس استخبارات پاکستان زمانی که افغانستان سقوط کرد در کانتینوتال چی میکرد؟ میگه از او خبر ندارم. صحیح؟ در طول 20 سال در طول 20 سال جمهوریت سران تو بزرگای طالبان در کوره خطک و در پاکستان و در اینمی گوشه و کنار پاکستان زندگی میکردن. رئیس آیسای پاکستان خودش در صفحه تلویزیون آمد. اجازه بده. در صفحه تلویزیون آمد گفت که اینمی لحظه که من مصاحبه دارم فامیل ملا یعقوب امنیتش فوج پاکستان میگیره. چطوری طالب که فامیلش در داخل پاکستان فوج پاکستان امنیتش میگیره باز یا دشمنه که دیگه میشون؟ یک دقیقه گپ مرا مال بشنو. ای تو گپ است اول که افغانستان سکوت کرد بیادر یا مچا مسعود کجا رفت؟ پاکستان رفت یا نرفت؟ چرا رفت؟ یک چیز دیپلماسی یک چیز به نام دیپلماسی میفهمی؟ بیادر گپ مرا رو بگو که بیادر خلیل زاد امروز چی میکنه داخل کابل؟ او ازو پرسان کو از ما چرا پرسان ما خبر ندارم ما خیر خب تو وقتی که می سر مردم سوال میکنی ما میگم یک چیز به نام دیپلماسی است. از خودت سوال دارم. خلیل زاد چی میکنه داخل کابل بلازا؟ بیادر مچا مسعود کجا رفت؟ ما میگم بیادر مچا مسعود به خاطر دیپلماسی رفت پاکستان. صحیح؟ ما از خود سوال دارم. خلیل زاد آمریکایی یعنی لحظه که من تو صحبت میکنم در کابل سرینا چی میکنه؟ بیادر این رو بر ما بگو که نفرش بود. این رو بر ما بگو که بیادر مچا مسعود نفرش بود. خو نفرش بود. امیل ازا صحیح. امور گیرم نفرش بود. سوال ما خلیل زاد در سرینا هتل امیل ازا چی میکنه؟ چی میکنه؟ مهمان است، آمده از وطن خود است، از افغانستان است، به خاطر به ملک خود آمده. تو ما آمده میتانی؟ بسیار عالی. او خو میگه امریکایی هستم، او خو نمیگه من افغان هستم. کی میگه امریکایی است؟ کسی که میگه بد میگه. خلیل زاد. تو خب یک دقیقه تو خود افغان نمیگی، تو از افغانستان باز نیست. من تاجک هستم. نه من تاجک هستم. تاجک خواست تو خراسانی خود میگی؟ بدون شک. بس تذکیر پاسپورت تمیال پارا کو که افغان ده اونجا نشته که پاسپورت تا پارا کو. ببین وطن داره. یک دقیقه بیادر تو خراسانی است پاسپورت تا پارا کو سب کله ټول مخکې د پاسپورت وش کول الا د پاسپورت وش کول ته خدا ته خرس نه ای کمپاستیتاس پښتو نه ما خو گفتم نه کمپراسینس د پاسورد من اوشته از افغان صحیح د پاسورد من میگم که نه افغان نشته باز چطور خود صحیح د افغانستان اینمی پاسپورت تحمیل شده بالای یک مردم یک ملت ولی اینمی مردم امروز میگه اینمی افغانیت قبول ندارم. تو که تحمیلش کرده این نوش جانت هر قدر که تو تحمیل میکنی بکنش اگر با روز قدرت در دست آمد این افغانیت فهمیدی سرش خاک میزد. بیادر خواه ایت دا گور میبره خو انشالله ایتو مردم استا ایتو مردم چند سال مکتب خوندی؟ انشالله گرفتن نمیتانست. چند سال مکتب خوندی؟ مکتب مرا تو چی میکنی؟ تو چند سال ورزش کردی؟ دینی چی که خواندی؟ چند سال ورزش کردی؟ چند سال؟ 4 سال ورزش کردیم. 4 سال ورزش کردیم. در کدام کلاس؟ بوکس هم کردیم، پالوانی کردیم. بوکس هم کردیم، پالوانی کردیم. د کلاب چی میکنی؟ د اینجا استم ما. در کجا هستی؟ مرا چی میکنی؟ در کجا هستی؟ نه لایو دیشی. در ترکیه هستی؟ افغانستان هستم خدا نزنید. افغانستان هستم خانه رسه کو. خان. در افغانستان هستی؟ در کدام ولایت هستی؟ نه تو بگو خودت در کجا هستی؟ من خود آلمان هستم. همشیرا درس میخونن؟ الحمدلله میخوانن. دینی درس میخوانن. چرا درس تکنولوژی رو میخونن؟ تکنولوژی رو چی کنیم؟ ایده کبر ما با ما تکنولوژی بکار بیایی یا دینی سبق بکار بیایی اینی بر ما بگو. تکنولوژی رو ما داشته
بسیار عالی. خانمت اگر مریض شوه، اگر خانمت مریض شوه تکلیف زنانه داشته باشه پیش کی بروه؟ یک دقیقه 80 سال پهله پیش تکنولوژی بود یا نبود؟ اونجا چطور نبود. خانم نبود نه اونجا چطور اشتک پیدا میشد؟ اونجا چطور اشتک پیدا میشد؟ باس طفلانه گفتم تکلیف زنانه داشته باشه. یک دقیقه بیادر باز طفل کدی اونجا باز طفل نکرد. چطور طفل پیدا میشد؟ گفتم اگر خانمت یا خواهرت یا مادر جانت تکلیف زنانه داشته باشه پیش کی بره و مشکل خدا حل بسازه. یک دقیقه بیادر 80 سال پیش زبانم چیز دری رسیه در اتیا کاله مخکې پوه سولې کومه ښځه مریضې ده هلته داسې تکلیف مشکل یې رفع کېدو. اگر باس 80 سال پیش آفرین اگر باس 80 سال پیش بریم اگر پیشتر از او بریم تو لباس نداشتی. نه اگر پیشتر از او بریم تو لباس نداشتی، درست است؟ مردم با شتر و با خر و با اسب فهمیدی سفر میکردن. امروز طیاره هستن فهمیدی در 100 تا 200 از یک کشور تا یک کشور فهمیدی